مایده که ایدان چی که وارد شدم؟ مایده که زان تا صبر رو بوده اگه فرق بگی خوب قطع نکنی که بازم زیاد کار دارم فرق نمیکنه من شروع هم سرش پرتم فهمیدم تو باشه بلای رمضان تا ساعت چه بود؟ یک ساعت بود کردم ما رزدم اونجا پاسم هایی یه دفعه صبر کن بسم چه شبازی؟ صبر کن دعوا شما تو سیاه بیام واه اوه دا مزمل چه خوری؟ مزمل مروا خوری که بریم کوری نه کبوری خوری که وری کوفته وقت نبلادم کوفته؟ کوفته؟ کوفته بڑی کدام تو کالو دیونه ولی نفتش باش که من اینو بندازم زمان که واسه کوفته تو خیلی ماشین نه ولی کنه اصلا کدام واسه کار شده ها دایی خاطر کیک دادم زکی سر این سر شروع بندازی بسیار مزه‌دار میشه نرفتی؟ مجنون میخوام شروع اینی هست نمجاد بیاد اگه باشه مثل این مولا روشن کنیم تلویزیون نباشه موبایل نباشه پیشید که آفلاین میزنیم بیخی ولی کاملا گفتم که فقط اما تو سیستم بخی سابقه مثلا میخوایم یک شم خرد پیدا میشه جای فلتهش خوب جای میشه ولی اینا ما که وقتی مطالعه میکنم این گروه بسیار خوب میباشه که روشن کنم خوب روشنایی میکنه از کجا خریدی؟ این از دست دوم از یک دکان پیدا کردم از خریدم در معنی فقط دیوارده که منه باید خوب خورد دیدی؟ من حیوان زیاد گفته بسیار زیاد نان خوردم خوب باعث از یک دانه میخورم نصف از این چی کردی؟ یک دانه نصفش خوردی خوردم برو خیلی باش که ما یک دانه منهی بگیرم ما از طرف چی بسیاری وقتا در مرتر اگر اومدیم از طرف بامیان باز میدان وردک و جای سیب بودیم خوب سیب فریمان بود جای بامیان کروتی دیگه دو من در هتل غلغله که میرفتم همیشه فرمایش من کروتی میفهمیم سیب بهترین سیب در افغانستان از کجاست؟ از خاکستر باز کم دارد من دیگه یک قسم طعم یک قسم آو مثلا وردک بسیار مشهور است سیب ولی از افغانستان از خاکستر ولی بسیار مشهور است و بارها آن ترجمه شده حتی در اخیر دولت جمهوریت هم تصمیم گرفتن که سیب در خاکستر حلقه شود چون بسیار سرد است قوی شود مزدوری خوب است ولی نو زیادرای هم کمکشان کردن زمین گرفتیم دوجه که باغ شد و کل چیز حتی سرش کار میکنن بسیار زمین کلان بسیار خوب سیب داره آوردن و روز گفتن که یک دو سیب بوجی رو آوردن مانه نوزی دانه بر ما نداریم از